خب بریم سر مبحث توان گویا. یعنی چی؟ آ به توان ام انوم، یعنی توانمون یک عدد گویاست. ام و ان عددهای طبیعی هستن. این رو به چه صورت میتونیم ساده کنیم؟ برای اینکه یک عدد تواندار گویا رو ساده کنیم میتونیم اون رو به صورت رادیکالی بنویسیم. ببین عددی که توی صورت میشه توان، عددی که توی مخرج هست میشه فرجه. ولی این یک شرط خیلی مهم داره. برای اینکه بتونیم یه عدد تواندار گویا رو به یه رادیکال تبدیل کنیم باید حتما آ یک عدد مثبت باشه. توی مبحث قبلی یاد گرفتیم که اگر n یه عدد فرد باشه آ میتونه منفی باشه، ولی اگه n زوج باشه آ نمیتونه منفی باشه. ولی در اینجا آ حتما باید یک عدد مثبت باشه. m و n هم که عددهای طبیعی هستن. خب بیا با مثال عددی این رو بهت توضیح بدم. مثلا اگه داشته باشیم 3 به توان 1/2، این رو میخوایم به صورت رادیکالی بنویسیم. میشه رادیکال 3، چون توان 1 نمیذاریمش، با فرجه 2 ما توان 1 و فرجه 2 رو نمیذاریم، پس 3 به توان 1/2 یعنی رادیکال 3. حالا فرض کن داشته باشیم 3 به توان 2/7، یعنی چی؟ رادیکال 3 به توان 2 با فرجه 7. صورت کسر میاد توان، مخرج کسر میاد توی فرجه. حالا یه نکته خیلی مهم که وجود داره اینه که اگه داشته باشیم آ به توان منفی ام انوم، یعنی کسرمون یه عدد منفی باشه. برای اینکه به رادیکال تبدیل بشه طبق خاصیت توانها گفتیم برای اینکه این توان به مثبت تبدیل بشه باید بیاد توی مخرج. پس در واقع رادیکال در مخرج تشکیل میشه. آ به توان n با فرجه n، یعنی همین رادیکال فقط میاد توی مخرج تشکیل میشه. مثلا اگه داشته باشیم 5 به توان منفی 2/3، یعنی چی؟ یعنی 1 به روی رادیکال 5 به توان 2 با فرجه 3. تنها تفاوتش با این در اینه که وقتی که توانمون عدد منفی هست رادیکال توی مخرج تشکیل میشه و برعکس شاید یه زمانی این عبارت توی مخرج کسر باشه. در این صورت برای اینکه مثبت بشه رادیکال در صورت تشکیل میشه. کاربرد توانهای گویا توی ریاضی و توی کنکورتون بیشتر ساده کردن عبارتها و به دست آوردن جواب نهاییه. به خاطر همین مخصوصا توی کنکور خیلی مهمه، چون باعث میشه که جواب نهایی گزینه‌هات رو بتونی تشخیص بدی. توانهای گویا هم مثل توانها که توی جلسه قبلی گفتیم حتما ویدئوی قبلی رو ببین. همون خواص رو داره، یعنی اگر R و S دو تا عدد گویا باشن قوانین برای توانهای رادیکالی هم همیشه برقراره. A به توان R در A به توان S میشه A به توان R به علاوه S، یا A به توان R در B به توان R میشه AB به توان R، یا اینکه A به توان R تقسیم بر A به توان S میشه A به توان R منهای S، یا A به توان R تقسیم بر B به توان R میشه AB به توان R. همینطور A به توان R به توان S میشه A به توان RS، یا A به توان منفی R میشه 1 به روی A به توان R، که این همون خاصیتیه که اینجا جدا بررسیش کردیم. پس همه قوانینی که برای توانهای معمولی برقرار بود برای توانهای گویا هم برقراره.
بیا با چند تا مثال این قوانین رو بررسی کنیم که بیشتر یادش بگیری. مثال هایی که حل میکنم از تمرین های کتابتون صفحه 61 هست که همینطور که اینا رو یاد میگیریم تمرین ها رو هم حل کرده باشیم. کلا تمرین های خیلی ساده ای هست. فرض کنیم داریم 4 به توان 1/2 به توان 1/3 2/3. فرض کنیم که داریم 4 به توان 1/2 به توان 2/3. میخوایم این رو ساده کنیم. با استفاده از خواص اعداد تواندار وقتی یه توان به توان برسه توانها در هم ضرب میشه. شرط پرانتز رو هم یادت نره. پس این میشه 4 به توان 1/2 در 2/3 که اگر اینها رو در هم ضرب کنیم دوها ساده میشن میشه 1/3. طبق این قانون 4 به توان 1/3 میشه رادیکال 4 با فرجه 3. یادت باشه برای ساده کردن گاهی ما نیاز داریم رادیکال رو به صورت توان بنویسیم و گاهی نیاز داریم توان رو به صورت رادیکال بنویسیم. خب 3 به توان 1/3 ضرب در 3 به توان 2/3. وقتی که پایه ها مساوی هستن یکی از پایه ها رو می‌نویسیم توان ها رو با هم جمع می‌کنیم. پس میشه 3 به توان 1/3 به علاوه 2/3. پس میشه 3 به توان 1/3 با 2/3 میشه چی؟ 3 به توان 1 و تمام. دیگه حتی نیاز به تبدیل به رادیکال هم نداریم. حالا بیا این سوال رو حل کنیم. 125 به توان منفی 2/3. 125 به توان منفی 2/3. برای اینکه اینو بتونیم حل کنیم توان گویا منفی هست. پس برای اینکه مثبت بشه باید رادیکال توی مخرج تشکیل بشه. پس می نویسیم 1 به روی 125. من همینجا سادهش هم میکنم. ببین 125 رو بازم تاکید میکنم اگر توی توانها و قواعدشون که برای سال نهم هست اشکال داری حتما ویدئوی قبلی رو ببین. من پیش نیازش رو کامل بهت توضیح دادم. پس 125 رو اگه به عامل‌های اول تجزیه کنیم میشه 5 به توان 3. من همینجا می‌نویسمش. میشه 5 به توان 3 به توان 2/3. حالا طبق این قانون توانها در هم ضرب میشن. پس میشه 1 به روی 5 رو می‌نویسیم. 3 در 2/3 ضرب میشه. 3 ها با هم ساده میشن. میشه 1 به روی 5 به توان 2 که باز چون توانمون عدد صحیح هست گویا نیست نیازی به رادیکالی شدن نداره. یه نکته دیگه ای که وجود داره اون رو توی توانها و رادیکال توی جلسه قبلی توضیح دادم اینه که اگر ما چند تا رادیکال داشته باشیم یعنی این با یه رادیکال m دوباره زیر یه رادیکال باشه فرجه های این رادیکال ها در هم ضرب میشه و این رادیکال به یه رادیکال تبدیل میشه. یعنی در واقع میشه رادیکال A با فرجه mm. حالا 1000 تا رادیکال هم که باشه فرجه هاشون در هم ضرب میشه که اگه این رو بخوایم برگردونیم به حالت توان گویا میشه A به توان 1 به روی n. تمرین‌های صفحه 61 سوال آخر در مورد این موضوع هست که حلشون میکنم. گفته رادیکال 64 با فرجه 3 و دوباره رادیکال بدون فرجه که میدونیم رادیکال بدون فرجه یعنی فرجهش چیه؟ 2. خب میخوایم این رو ساده کنیم. برای ساده کردن اول رادیکال ها رو به یه رادیکال تبدیل میکنیم طبق این قانون. میشه رادیکال 64 با فرجه 6. اینجا 2 هست اینجا 3. خب حالا میایم طبق این قانون برمیگردونیم این رو یعنی از رادیکال به صورت توان تبدیلش میکنیم. پس میشه 64 به توان 1/6. چرا؟ چون توان 64 1. حالا میتونیم 64 رو به عامل‌های اول تجزیه کنیم و تجزیه شدهش رو بنویسیم. میتونستیم همون اول زیر رادیکال این کار رو انجام بدیم. پس میشه چی؟ 64 میشه 2 به توان 6.
پس میشه 2 به توان 6 به توان 1/6. طبق این قانون پایه رو می نویسیم، توانها در هم ضرب میشه. 6 ضرب در 1/6 میشه 1. پس جوابمون میشه 2. خب سوال بعدی، رادیکال 5 با فرضیه 2 دوباره زیر رادیکال با فرضیه 3 هست. اول رادیکال ها رو یکی میکنیم، میگیم 5 رادیکال با فرضیه 6. حالا این رو به صورت تواندار می نویسیم، میشه 5 به توان 1/6. اینجا چون 5 ساده تر نمیشه، همین میشه جواب نهاییمون. این مبحث خیلی مبحث راحتیه، ولی اگر همینجا یادش نگیرید و ازش استفاده نکنید، تو سالهای بالاتر تو ساده کردنش میمونید. پس همین الان تمرین کنید، سوالای سطح بالاتری رو حل کنید تا رسیدن به جواب نهایی مخصوصا توی تست ها براتون راحت بشه. خب بیا با هم دیگه چند تا سوال سطح بالاتر از این مبحث رو حل کنیم. خب میخوایم این سوال رو با استفاده از قوانینی که یاد گرفتیم حل کنیم. ببین ظاهرش حس می‌کنی یه سوال خیلی سخت و پیچیده است، ولی وقتی که از قوانین توان و رادیکال استفاده کنیم هیچ کاری نداره. بیا با هم دیگه حلش کنیم. ببین اولی رو ساده کنیم. رادیکال 4 با فرضیه 5 به توان 1/6. ما به جای 4 چی میتونیم بنویسیم؟ به جای 4 میتونیم بنویسیم 2 به توان 2. خب حالا وقتی به جای 4 نوشتیم 2 به توان 2، بخوایم به صورت توان تبدیل کنیم میشه 2 به توان 2/5 طبق قانونی که الان یاد گرفتیم. پس به جای این 4، پس به جای رادیکال 4 با فرضیه 5 می نویسم 2 به توان 2/5. فهمیدی که از کجا اومد؟ ببین رادیکال 4 با فرضیه 5 رو داشتیم، گفتم به جای 4 2 به توان 2 می نویسم و طبق قانونی که الان یاد گرفتیم 2 رو نوشتیم، توانمون شد صورت کسر، فرجمون شد مخرج کسر. حالا این دوباره به توان 1/6 هم میرسه. پس عبارت اولی این شکلی ساده شد. به علاوه توی قوانین رادیکالا گفتیم وقتی چند تا رادیکال پشت سر هم داریم میتونیم به یه رادیکال تبدیلش کنیم، فرجه ها رو در هم ضرب کنیم. به جای 4 هم که میتونیم بنویسیم 2 به توان 2. پس این رادیکال چه شکلی میشه؟ میشه رادیکال 2 به توان 2 با فرجه 30. 3 ضرب در 10 میشه 30. به جای 4 هم 2 به توان 2 نوشتم. حالا طبق قانونی که تازه یادش گرفتیم میتونیم بنویسیم 2 به توان 2/30 به روی این. تا اینجا بریم عبارت پایینی. عبارت پایینی رادیکال 2 دیگه، یعنی توانش 1 فرجهش 2. پس میتونیم بنویسیم 2 به توان 1/2. پس میشه 2 به توان 1/2 به توان 1/15. این تا اینجا. بریم ساده ترش کنیم. این طبق قانون توان ها 2 تا توان در هم ضرب میشن، پس میشه 2 به توان 2/30. اینو هم به جاش نوشتم. حالا اینجا 2 رو می نویسیم، توانها در هم ضرب میشن، پس میشه 2 به توان 1/30. اینجا 2 تا 2 به توان 2/30 داریم، پس میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 2 به توان 2/30. یعنی 2 تا از این عبارته به روی 2 به توان 1/30. حالا اینجا 2 به توان 2/30 به روی 2 به توان 1/30. پایه ها مساویه. یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو از هم کم می کنیم. میشه 2 ضرب در، میتونیم هم 2 رو با این حساب کنیم بعد انجامش بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. 2 به توان 2/30 منهای 1/30. توی تقسیم اعداد تواندار وقتی پایه ها مساویه یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو از هم کم می کنیم. ولی رو می نویسیم اینجا 2/30 منهای 1/30 میشه 1/30. حالا چون از اول عبارتمون رادیکالی بوده، باید اینجا به رادیکال برگردونیمش. 2 رو می نویسیم، این میشه 2 به توان 1 با فرجه 30 و تمام. خب بریم سراغ حل این سوال.
این سوال هم همین شکلیه. بچه‌ها وقتی ظاهرش رو میبینن ازش میترسن، میگن وای چقدر رادیکال در رادیکال و سخته، ولی اصلا اینجوری نیست. برو تو دلش تا بتونی حلش کنی. فقط کافیه قوانین رو بلد باشی. قوانین توان و رادیکال رو بلد باشی، هیچ کاری نداره. تیکه تیکه حل می‌کنی تا به جواب برسی. توی این مدل سوالا میگه ساده کنید. خب برای ساده کردن این چیکار می‌کنیم؟ باید بیایم پایه‌ها رو با هم یکسان کنیم. الان اینجا ما داریم رادیکال 2. رادیکال 2 رو اگه بخوام به صورت توان بنویسیم، طبق قانونی که خوندیم میشه 2 به توان 1/2. پس مینویسیم 2 به توان 1/2 و چون توانها در هم ضرب میشن میشه 2 به توان 3 به علاوه 2 رادیکال 2 دوم. پس شد 2 به توان 3 به علاوه 2 رادیکال 2 دوم. میبینید قوانینی که داریم استفاده میکنیم همش تکراریه. خب ضرب داره، اینو هم فعلا خودشو مینویسیم به روی. حالا به جای 4 ما میتونیم بنویسیم چی؟ 2. پس مینویسیم 2 به توان 2 با فرجه 5. حالا اینو طبق قانونی که یاد گرفتیم به توان گویا تبدیل میکنیم. میشه 2 به توان توی صورت فرجه توی مخرج. میام اینجا مینویسمش. همین کار رو با رادیکال 8 انجام میدم. به جای 8 میتونیم بنویسیم 2 به توان 3 با فرجه 5. توان تو صورت فرجه توی مخرج. مینویسمش اینجا. خب بریم مرحله بعد. تو مرحله بعد همش از قانون توانها میخوایم استفاده کنیم. ببین اینجا 2 و 2 داریم توی ضرب. در ضرب اعداد تواندار وقتی پایه ها مساویه یکی از پایه ها رو مینویسیم، توانها رو با هم جمع میکنیم. پس من میام 2 رو مینویسم، 3 به علاوه 2 رادیکال 2 به روی 2 رو با 1 منهای رادیکال 2 جمع میکنیم. توی مخرج تقسیم داریم. وقتی که تقسیم پایه ها مساوی باشه یکی از پایه ها رو مینویسیم، توانها رو از هم کم میکنیم. بریم مرحله بعد. خب اینجا وقتی که میخوام اینا رو جمع کنم باید مخرج مشترک بگیریم، یعنی 2 باید توی این و این ضرب بشه. این میشه 2 و این میشه منفی 2 رادیکال 2. پس بذار اینجا حاصلش رو بنویسم. پس میشه 3 به علاوه 2 رادیکال 2 به علاوه 2 منهای 2 رادیکال 2 به روی 2. وقتی که ازش مخرج مشترک بگیریم. اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه مخرج، این مخرجش یکه دیگه. مخرج مشترک گرفتم. پس این عبارت توی 2 ضرب شد. حالا این 2 رادیکال 2 با این منفی 2 رادیکال 2 میره. 3 به علاوه 2 هم میشه چی؟ 5. پس میشه 2 به توان 5 دوم. صورت کلا شد 2 به توان 5 دوم. همون رادیکالایی که از اول ازش میترسیدی خیلی راحت حذف شد. مخرجم 2 به توان 2 پنجم منهای 3 پنجم میشه منفی 1 پنجم. پس میشه 2 به توان منفی 1 پنجم. حالا توی تقسیم اعداد تواندار وقتی پایه ها مساویه پایه رو مینویسیم، توانها رو از هم کم میکنیم. اینو یادت باشه. منهای منفی 1 پنجم. پس میشه 2 به توان مخرج مشترک میگیریم. حواست باشه این دوتا منفی در هم ضرب میشن به جمع تبدیل میشه. میشه 27 دهم. حالا از اونجایی که اول سوالمون به صورت رادیکال بود اینو برمیگردونیم به صورت رادیکالی. قبلش هم اگه این کس ساده بشه ساده میکنیم که اینجا ساده نمیشه. پس میشه 2 به توان 27 با فرجه 10. به همین راحتی. امیدوارم که با این دوتا نمونه سواله یکم براتون واضح شده باشه. ولی برای اینکه راحت‌تر بتونید این مدل سوالا رو حل کنید باید قوانین رو خوب بلد باشین. اون رو به صورت فلش کارت در بیارید که همیشه جلو چشتون باشه. قوانین توان و رادیکال رو یا از مایند مپ هایی که من روشون تدریس میکنم اسکرین بگیرید، از اونها استفاده کنید.
و تمرین 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 و تمرین، یعنی قوانین رو باید بلد باشی، تمرین کنی، از قوانین استفاده کنی تا خیلی سریعتر بتونی این مسائل رو حل کنی. چون وقتی که موقع تست زنی میشه دیگه تو نمیتونی وقت زیادی رو صرف حل اینا کنی، باید خیلی تیز و بود اینا رو حل کنی. موفق و پیروز باشید.